در جمهوری تاجیکستان معرکه دعوت تیرماهی جوانان به صف قواهای مسلح آغاز گردید که آن تا آخر ماه نوامبر ادامه می‌یابد. در جماعت‌های دهات واروخ و چارکوی شهر اسفره در روز نخستین معرکه تیرماهی دعوت جوانان به خدمت حربی نقشه پیش‌بینی شده پررا و سری وقت اجرا شد. گزارش خبرنگاران ما. برابر آغاز گردیدن معرکه مهم دعوت حربی تیرماهی جوانان به صف قوه‌های مسلح مملکت، جوانان دلیر و شجاع و وطندوست جماعت‌های دهات واروخ و چارکو آمادگی خود را اظهار داشته مقصد گذاشتند قرض شهروندی خود را در نزد دولت و ملت ادا نمایند و سربلندانه به خدمت حربی سفربر گردند. چون انانه در روز نخستین دعوت تیرماهی جماعت‌های دهات واروخ و چارکو نقشه دعوت را اجرا نمودند. این جوانان خدمت در صف قوه‌های مسلح مملکت را افتخار جوانمردی خود می‌شمارند. در جماعت دهات واروخ به مناسبت گسیل نواسکران چورابینی با شکوه ایدانه دایر گردید. دلاوران واروخی به والدان و همدیهگانشان نشان دادند که آنها به دولت و ملت خود صادق بوده وطن خود را دوست می‌دارند و برای حمایت مرز و بوم آن همیشه آماده‌اند. سابقه‌داران و والدان دعوت شوندگان ضمن سخنرانی خدمت در صف ارتش ملی را مکتب مردانگی وصف کرده جوانان را به آن هدایت نمودند. امروز با تنتنه ما فرزندان خود را به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر کرده ایستاده. من همچون مادر، همچون آموزگار افتخار از آن دارم که چنین فرزندی دلیر و شجاع نصیبم گشته بوده است و امروز فرزندم خواهش خود که خواهش کرد که رفته در صف قوه‌های مسلح خدمت کند. جماعت دهات واروخ در منطقه مرزی جایگیر می باشد و جوانان را می باید جسور و ناترس و دلیر و شجاع بوده بهر حفظ هر یک وجب زمین این دیار زیبا منظر کمری همت بندند. امروز در قطار دیگر برادران به خدمت مادر وطن می روم و افتخار از آن دارم که در چنین کشور بیشتاسا آباد و همیشه بهار عمر به سر می برم. ما جوانان وظیفه داریم که در جواب به غمخواری های دولت و حکومت به خدمت مادر وطن رویم و مرز بوم وطن را محافظت نماییم. چون انانه همه ساله به جوانانی که کورس های کوتاه مدتی رانندگی را در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافعه ختم می نمایند، در وضعیت تنتنوی شهادتنامه رانندگی سپاریده می شود. دعوت شوندگان واروخی تشبس‌های وطندوستانه اساسگذار صلح و وحدت، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری محترم امام علی رحمان را سرمشق کار خود قرار داده بهر عملی نمودن دستور و سپارش‌های سرور دولت همیشه آماده هستند. چورابینی گسیل نواسکران به صف قوه‌های مسلح کشور در جماعت دهات چارکوه نیز با شکوه و شهامت خاصه و اشتراک دست جمعانه خرد و بزرگ آن برگزار گردید. نقشه دعوت نواسکران به ارتش ملی 100% اجرا گردیده جوانان وطندوست و میهنپرست چارکوه به خدمت حربی سفربر گردیدند. اوضاع زود تغییر یابنده جهان ما را وادار می‌سازد که از هر وقت بیشتر وطنمان را دوست داریم و برای حمایت مرز و بوم کشور خود همیشه آماده باشیم. در دهات واروخ و چارکوه به این مسئله هرچی بیشتر توجه روانه نموده جوانان را در روحیه بلند وطنداری و دلیری و جسوری تربیت می‌کنند. بهر خوش و خاطرمان گذرانیدن این معرکه مهم سیاسی برنامه رنگین اهل صنعت و فرهنگ با سرود و ترانه‌های وطندوستانه از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره پیشکش گردید که به معرکه دعوت تیرماهی جوان پسران به صف ارتش ملی حسن و تراوت خاصه بخشید. امروز شد از آنم که در قطار دیگر جوانمردان چارکو به خدمت حربی می‌روند. حادثه ناآرام جهان امروز از ما طلب می‌نماید که ما وطن خودمان را باز هم بیشتر دوست داریم. محترم پیشوای ملت امام علی رحمان در هر یک برآمد خود تاکید می‌نماید که جوانان باوری زیاد دارند و جوانان آینده ملتند. از این رو ما جوانان وطن دوستی خود را در عمل ما نشون می‌دهیم. محبت به وطن اساساً در دوره نورسی ظاهر گردیده
минба ташаккул меёбад. инсон ба ҳар зарра хоку ҳар қатра оби ватан ончунон дил мебандад ки бе он наметавонад хушбахту бахтиёр бошад. ҳиссиёти ватандӯстӣ ин худ садоқат ба ватан, саъю кӯшиш ва хизмат кардан барои миллат мебошад. барои ба хизмати ҳарбӣ сафарбар кардани ҷавонони далеру ватандӯсти мо саҳми падару модарон хеле калон мебошад. хизмат ба ватан, таҳкими истиқлолият ва иқтидори мудофиавии он вазифаи ҳар як шаҳрванд буда, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҷавонон мактаби мардонагист.